السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد گاها پیش از عملهای خیر نیک کردن نیت کردن از یادمون میبراید. این گونه عملها چه خیل بها داده میشن و چه خیل کنیم که عملهای خیر خود رو ماکسیموم اجر و ثواب بدیم؟ عملهای خیر اگر رفتو نیتی نیک نباشد، مانند صدقه، مانند اصلاح کردن بین آدم ها، الله تعالی گفت که در این خیر است، لیکن اگر نیت کند این بزرگ میشد اجرش. حضرت عبدالله ابن مبارک بعضی علما نقل کردن که گفته شدن که بیا بر جنازه فلانی میریم، گفتن که یه لحظه، گفتن و به خانه شان در آمدن و برآمدن و بعد رفتن. گفتن که آخر نه لباس نو کردی، نه یگان چی گرفتی، نه یگان چی موندی، چیکار کردی؟ گفت نیتم رو تغییر دادم. یعنی وقتی که اینا جور همراه ما هم بیا برویم برای نماز جنازه، گویم اگر همین دوستا خفه نشود یا همراهی همین ها روان شود، احتمال است که از اون جنازه ثواب نگیرد، و حالا که ثواب جنازه عظیم است. بنابراین الله تعالی هم گفت که لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. خیر نیست در بسیاری از نجواهای مردم. نجوا یعنی در یک مجلس 10 نفر نشسته است، که 2 نفر پیچیر میکنند، به گوش هم دیگر گپ میزنند، 8 نفر اینا رو نمیشنه. این نجوا هست. همین کار خوب نیست. یا اینکه 2 نفر تاجیک هست، باقی مانده همه دیگر ملت هستند، ازبک هستند یا قرغیز هستند یا روس هستند، زبان شما رو نمیدونن. 2 کس بینی در یک مجلس در یک خانه نشسته به زبان تاجیکی گپ زنید، همین نجوا هست. اونا گمانی بعد میکنن که اینا چی گفته ایستاده باشه. علل خصوص اگر خنده کنید، اونا فکر میکنن که اینا ما رو حقارت دارن یا غیبت دارن یا مسخره دارن. بنابراین الله تعالی گفت که نه خیر فی کثیر من نجواهم، خیر و نیکی نیست در بسیار از نجواهای مردم، سخنهای سری پیچ راسته مردم خیر نیست، الا من امر بصدقه، مگرم یک آدم اگر به صدقه امر کنه. مثلا به گوشش گفتید که به همین فلانی اگر امکانیت داشته باشی خیر کن که واقعا محتاج است، که پیش آمده نمیگویید، به گوشش گفتید، همین اصلا ممکن نیست، اصلا در نجوا خیر نیست، لیکن در همین خیر است. چون که الله تعالی که لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از نجواهای مردم خیر نیست، الا یعنی مگرم، یعنی خیر است. گفت الله تعالی خیر اثبات کرد، الا من امر بصدقه، مگر آن آدمی که به صدقه امر کنه. مثلا گفت که به همین آدما کمتر صدقه کن یا به فلانیش صدقه کن، گفته گوشش بگوید خیر هست، چون که الله تعالی استثناء کرد خیر هست. گفت او معروف، یا یک نیکی پیچ راست زد و گوشش یک مثلا غیبت نکن، کاری نیکی امری معروف کرد، گفت که خیر نماز خوانیم، گفت مثلا یک کاری نیک گفت به گوشش، در این حالت خیر هست. او اصلاح بین الناس، یا اینکه بین آدم ها اصلاح باشد، گوید که در گوشش فلانی و فلانی همینجا ناگپی هستن، گپی تو میگذارد، خوب میشد که از بین همین ها اصلاح کنیم. گفته همین سخن پیچ راست زده گفت، خالصا لله نه، برای الله شده نه، هم تو خواست که همین 2 نفر دوستی کنن، صلح کنن، یعنی که قهری را ترک کنن. الله تعالی خیر اثبات کرد، خیر نیست در بسیاری نجواهاشون مگرم در همین 3 چیز خیر است. گفت و در دوامش گفت که و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما، کسی که همین کار اگر به خاطر الله کند ما برای او اجری بزرگ میدیم. ببینید الله تعالی خیر اثبات کرد، خیر در این کارها هست. گفت یعنی کسی به معروف امر کند یا به صدقه امر کند یا به اصلاح بین 2 کس امر کند، در این خیر است. گفت الله تعالی خیر هست،
لیکن اگر همین کار را برای رازگی الله انجام دهد ما برای وی اجری عظیم میدهیم. گفت بنابراین بعضی کارهای خیر مثلا صدقه کردن به مردم، یک آدم فرض کردیم به یک شهر خیر و سخاوت کرد به خاطر الله نه، برای مثلا خودنمایی یا برای مثلا دعای نیکی مردم به سزاوار شدن یا برای آبرو پیدا کردن، ثواب نمیگیرد لیکن خیر هست. خیر هست چی است؟ یعنی مردم بهره مند شدند، خیر هست به این معنی، لیکن ثواب نمیگیرد. بنابراین پیش از آن که انسان یک عمل را انجام دهد تا اینکه از وی بهره بلند بردارد یا مراتبه لحظه ایستد. من این کار را به چی میکنم؟ به کدام خاطر میکنم؟ من این کار را باید به خاطر الله کنم. از این مردم هیچ فایده نیست. این مردم پولدار شوی میگن که پول از کجا یافت؟ به مهنت حلال پولدار شدن ممکن نیست. خیلی فکرها دارن کم بغلا، یعنی مهنت حلال که اگر کار میکنم وی پولدار نمیشی، بتگی فکر دارن، غلط است. در بین صحابه ها مانند زبیر ابن عوام بعدی وفاتشون 4 سال فرزنداشون اعلام کردن که عبدالله ابن زبیر در مواسم های حج عمره اعلام میکردن که کسی که از پدرم اگر رفت و پدرم از کسی قرض باشد بیاید ما قرض پدرم رو میدیم. 4 سال اعلام کردن. بعد از اون پولی باقی مانده رو حساب کردن که 8 میلیارد و 535 میلیون دلار شد. اگر به دلار گردانیم، به دینار بود، به طلا گرمش معلوم است، اگر به دلار گردانیم 8 میلیارد و 535 میلیون دلار از خودشان میراث گذاشته رفتند. زبیر ابن عوام یکی از 10 یاران بهشتی، یعنی با پول حلال، مگر حضرت زبیر با پول حرام پول جمع کردن. یعنی این گپ خطا است که با پول حلال پولدار شدن ممکن نیست. این گپ خطا. با پول حلال هم پولدار شدن ممکن است برادر عزیز، بلکه با پول حلال پولدار شدن آسان است. الله برکه میدهد ان شاء الله. خب مسئله دیگر این است که وقتی که عمل را اجرا میکنید نه باید با نیت نیک کنید. یه لحظه ایستید و نیتتون را اصلاح کنید. این مردم اگر به بلا گرفتار شد میگوید که یگان کاری گناه کرد، بیهوده این بلا به سرش نآمد، در دو حالت اونا از شما راضی نمیشن. بنابراین برای مردم یگان عمل را نکنید، خاصتا عملهای دینی را مانند تبلیغ شریعت، تعلیم علم، عملهای صالح، اینا کارها را برای راضی مردم نکنید. هیچگاه فقط راضی الله تعالی را امید کنید و نیت کنید در همه عملها، حتی در خوابروی و طعام خوردن. بعضی علما گفتن که نیت کند، انسان نیت کند که با مثلا بعضی آدمای ما پیش از خوردن طعام بسم الله الرحمن الرحیم به نیت شفا گفته میخورن. این گونه از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدگی نیست که هر باری که طعام میخورید به نیت شفا گفته خورید، بلکه با نیت قوت گرفتن، با همین قوتی که از طعام حاصل شد به عبادت الله تعالی و نیکی به خلق الله تعالی صرف میکنم. این قوت را گفته طعام میخورید. این چون این خوابم میگه که اگر من خواب نکنم اگر روز نماز خوانده نمیتونم، تهجد خوانده نمیتونم، باید من یه لحظه آرام گیرم و این حقی نفسی من است. نبری من باید آرام گیرم، کمتر استراحت کنم. گفته خواب میرید با همین خوابتون هم ثواب میگیرید. حتی ما تجعل فی امرأتک، حتی اون طعامی که به دهان زنت میگذاری ثواب میگیری. یعنی به کودکتان طعامی خودتون میخورد ثواب میگیرید، چون که او اصلا وظیفه شما هست. ولی همین وظیفه را هم که اجرا کردید، بسیار پدرها هستن که به فرزنداشون نه طعام میدهن، نه لباس میدهن، نه میپرسن که فرزندان من چه خیلی است. زنهای بسیار شکایت میکنن که 10 ماه شد، 1 سال شد، 2 سال شد، شوهرم با فرزندان هم اقل پول رای نمیکنن، به من اون طرف است. به این فرزنداش نمیپرسد اقل، نه مزد میفرستاند پول، نه سوال میدهد، نه خبرگیری میکنه، اقلا با واسطه تلفن خبر نمیده. البته این گناه عظیم است. پیامبر صلی الله علیه و سلم این کفا بالمرء شرا ان یضیع من یعول،
برای آدم بد بودنش یا گناهش بس است که اهل و عائله خود را ضایع کند، به زن و فرزنداش اهمیت نمیدهد، نه خبر میگیرد، نه زنگ میزند، نه پول میفرستاند، اصلا اونها را آدم و خویش و تبار و فرزند حساب نمیکند. همین آدم برای گناهش، همین گناهش برای وی بس است اصلا، یا برای بد بودنش همین خصلتش بس است. بنابراین برادران عزیز، حتی آن طعامی که همسرتان میخورد، لباسی که به همسرتان میخرید، در آن نیتی نیک کنید تا اینکه ثواب عظیم گیرید.